جمهوری اسلامی اساساً اصلاح پذیر نیست. چرا؟ جمهوری اسلامی بر اساس یک تزی بنیان شده به اسم این که من زمین ساز ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام هستم. یعنی اگر تو جلوی من قرار بگیری جلوی امام زمانت قرار گرفتی. اگر تو نذاری من زمین سازی ظهور بکنم به شیعیان لطمه وارد کردی، به جهان لطمه وارد کردی. یعنی داره میگه من منجی جهانم، تو اگه بیای جلوی من وایسی جلوی منجی عالم وایسادی، پس من نه تنها تو رو سر تو میبرم بلکه حتی جنازتم آتیش بزنم حق دارم. یعنی حق داره که غیر اخلاقی ترین، غیر انسانی ترین و جنایاتی که حتی به ذهن هیچ بشری میتونه تصور نشه رو روی شما پیاده کنه و کسی هم نمیتونه بهش. تقدس مثلا وضع شده از حاله که علنا میگه من مقدسم، ولی فقیه نایب عام امام زمانه. یعنی چی؟ یعنی در حد مثلا نواب اربعه است، یعنی نیابت داره از طرف امام زمان. امام چی میدونی؟ نقد میدونی یا براندازی؟ هر چیزی که این نایب بگه که این جلوی من وایسادنه. حالا میتونه نقد این باشه که مثلا آقای خامنه‌ای شما مثلا یک فرد نامشروعی، یا میتونه مثلا جنگ داخلی باشه، اسلحه گرفتن باشه، هر چیزی که خودش صلاح ببینه. یعنی بگه آقا این از نظر من وایسادن جلوی امام زمانه، من این رو سرکوب میکنم. حالا مهم نیست شما کی هستی چی هستی، اصلا حرف چیه. این از نظر یعنی ساختاری اجازه بدید، از نظر ساختاری اجازه نمیدهد اصلاح شود. و از طرفی چون تفکیک قوا در ایران به شکل الان تو در مورد اصلاح حرف نمیزنی، تو داری در مورد براندازی حرف میزنی. نه من درباره براندازی من بخوام بکشمش پایین نمیذاره، میگه من نماینده امام زمانم، تو چیکار نه دارم مثال عرض میکنم، وگرنه من اصلا بحث براندازی مثلا نکردم. میگه مثلا اصلاح پذیر نیست. چرا؟ چون همون که میگه من نایب امام زمانم جلوی امام زمان وایسادی، این یه بحثه. دو، میگه که آقا جان من یک تفکیک قوایی دارم، اما این تفکیک قوا زیر نظر شخص من رهبره. اساسا وقتی که یک نفر وایساده روی اون سر و میگه که من همه اینها رو با هم منیج میکنم، همه اینها رو مدیریت میکنم، اگر کسی بخواد اصلاحی انجام بده باید روی من اصلاحی انجام بده. من که خودم رو اصلاح نمیکنم چون من نایب برحق امام زمانم. پس اساسا ایده اصلاح کردن جمهوری اسلامی با تز ولایت فقیه، و همونطور که میدونید ولایت فقیه یکی از عناصر غیر قابل مذاکره در قانون اساسی ایرانه، اصلا امکان نداره.